دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تأکید کرده است که محدودیت‌های طالبان علیه زنان سبب آسیب بلند مدت در این کشور شده است. یوناما روز سه‌شنبه 30 دلو گزارشی را منتشر کرد که در آن روزرا اتنبایووا رئیس یوناما خواستار گفتگوهای بیشتر و سازنده تر در مورد وضعیت زنان افغانستان شده است. یوناما در این گزارش تصحیح کرده است که افغانستان اکنون شاهد محدودیت‌های گسترده بر زنان در زمینه آموزش، اشتغال و دسترسی به خدمات بهداشتی است که این امر آسیب‌های جدی به وضعیت زنان وارد کرده است. به گفته یوناما مشارکت مؤثر زنان در تمام عرصه‌ها به طور فوری نیاز است. این در حالی است که محدودیت‌های طالبان همچنان ادامه دارد و آنان زنان و دختران افغانستان را از دسترسی به حقوق اولیه آنان نظیر دسترسی به آموزش و اشتغال محروم کرده اند. با وجود محکومیت‌های گسترده بین المللی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این گروه علیه زنان همچنان به قوت خود باقی مانده است.